سلام از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. در 15 دقیقه دیگر شما را با اخبار تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. نخست نگاه می‌اندازیم به چند نامگویی موضوعهای امروز هفتم سپتامبر. در ناحیه واسه افسری میلیسا با آن متهم می‌شود که یک راننده را با کارد مجروح کرده است. پرزیدنت آمریکا جو بایدن برای شرکت در جلسه 20 کشور پیشرفته عالم به هندوستان سفر می‌کند. امیدواریم که جلسه G20 توان همکاری مشترک اقتصادهای عظیم جهان را حتی در همین شرایط پرچالش به نمایش می‌گذارد. و سپس درباره زنان تاجر تاجیک در ترکیه صحبت می‌کنیم که هم صاحب کار شدند و هم برای دیگران جای کار می‌آفرند. فرزندو چقدر که کلان شدن طلبات آنها هم زیادتر شد. مجبور به تجارت گذاشتم، به دولت خارجی رفتم. در پی یک جنجال در ناحیه واسه مأمور میلیسا را بازداشت کردند. او را به آن گمان برمی‌دارند که یک ساکن ناحیه را با کارد زده است. طی ماه‌های اخیر در شهر و نواحی کشور اسم میلیساها در پیوند با حادثه‌های پرسر و صدا و جنجال‌ها بیشتر رسانه‌ای می‌شود. اول ماه اوگوست در کلاب 3 افسر میلیسا برای شکنجه و مرگ یک ساکن کلاب 14 سالی از آزادی محروم شدند. درباره حادثه اخیر یا جنجال ناظر منطقوی با ساکن در واسه محمود جان رحمتزاده گزارش دارد. دادستان ناحیه واسه امید امینجانزاده 24 ساله را پس از با کار زدن مهراج صلاح‌الدینوف 38 ساله دستگیر کرد. امید امینجانزاده دارای رتبه لتینانت کلان بود و به حیث ناظر منطقوی در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه واسه خدمت میکرد. با گفته یک منبع از دادستان منطقه کلوب که از رفت تفتیشات آگاه است، بدون بردن نامش روز 7 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در روز 31 اوگوست در ساعت‌های 10 صبح درگیری بین مهراج صلاح‌الدینوف و امید امینجانزاده رخ داده است. وقتی مهراج صلاح‌الدینوف با ماشین ناظر میلیسا برمیخورد و بر راننده ماشین میگوید که ماشین را خوب راند، با همین بینشان بحث میشود و امید امینجانزاده مهراج صلاح‌الدینوف را به زمین‌های جدمم عبدالرحمن برده با کارد میزند و از آنجا گرفته به بیمارستان برده میماند و خودش از بیمارستان میرود. وقتی طبیبان میبینند که زخمش بسیار وزمین است، به میلیسا و پروکراتورا خبر میکنند. حالا مهراج صلاح‌الدینوف 38 ساله در بیمارستان مرکزی ناحیه واسه بستری است. طبیبان بیمارستان ناحیه واسه به خبرنگار رادیو آزادی اجازه ملاقات با مهراج صلاح‌الدینوف را ندادند و گفتند که بدون اجازه دادستان ناحیه کسی حق ندارد با او ملاقات کند. سرخان ابراهیم زاده سرطبیب بیمارستان ناحیه واسه در صحبت حضوری با رادیو آزادی گفت که حالا سلامتی مهراج صلاح‌الدینوف رو به بهبود است. ابراهیم زاده همچنین تاکید کرد که خود کارکنان بیمارستان بدون اجازه دادستان حق در آمدن به اتاق صلاح‌الدینوف را ندارند. جمشید شریف زاده رئیس ناحیه واسه روز 6 سپتامبر در صحبت سریراهی به خبرنگار رادیو آزادی حادثه کارزنی کارمند میلیسا را تصدیق کرد. رئیس ناحیه گفت که شخصا خود او از حال مهراج صلاح‌الدینوف در بیمارستان دیدن کرد و او وعده داده است که هر فرد گناهکار در نزد قانون جوابگو خواهد بود. حاضر همه کار را پروکرور دیده ایستاده است. پروکرور ناحیه بسیار انسانی خوب است و آن کارمند میلیسا را به حبس گرفته است و کسی باشد نباشد در نزد قانون جواب خواهد گفت رئیس ناحیه در صحبت سریراهی. اما دقیق معلوم نیست که حالا نسبت امید امینجانزاده با کدام ماده پرونده باز شده است. این بار اول نیست که در چند ماه اخیر کارمندان میلیسا در تاجیکستان دست به جنایت میزنند. ماه ایون دادستان کل تاجیکستان اکمل یوسفزاده پلکونیک میلیسا و یاور سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی را با گمان آدمربایی بازداشت کرده بود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن این هفته در هند است و رهبری جلسه گروه کشورهای 20 گانه پیشرفته صنعتی معروف به G20 را به عهده دارد. تغییر اقلیم، جنگ در اوکراین و هم استقبال اعضای نو از موضوعهای برنامه این جلسه گفته می شود. روز سه‌شنبه ماموریت کاخ سفید درباره امیدواری‌های خود از این جلسه اظهار نظر کرد. گزارش صدای آمریکا را همکارم خیرامان بقازاده تقدیم می کند. پرزیدنت جو بایدن دنبال هدف‌های کلان راهی هند و جلسه G20 شد.
امیدواریم که جلسه G20 توانی همکاری مشترک اقتصادهای عظیم جهان را حتی در همین شرایط پرچالش به نمایش می‌گذارد. فراهم کردن خدمات برای کشورهای در حال رشد، پیشروی در مسائل اولویتناک برای مردم امریکا مثل محیط زیست تا فناوری‌ها و هم نمایش عهده‌داری ما در برابر G20 همچون محفلی که طور گفتم وظیفه‌اش فراهم کردن خدمات میباشد در مرکز توجه ما خواهد بود. جلسه G20 موضوعهایی را به بررسی گرفته است که نه همه کشورهای عضوش به آن نظری همسان دارند، مثل جنگ در اوکراین، تغییرات اقلیم، فشار برای اصلاحات سازمانهای مالی و هم احتمال به عضویت پذیرفتن اتحاد افریقا با 55 کشور عضوش. تحلیلگران میگویند حاضر نشدن دو رهبری کلیدی، پرزیدنتان روسیه و چین ولادیمیر پوتین و سی جین پینگ در کار جلسه احساس خواهد شد. ولی به نظر من این که پوتین این دفعه هم مثل جلسه پارساله بلی از شرکت خودداری میکند خبری خوب است. احتمالاً رهبر چین سی جین پینگ هم از خود درک ندهد. این چیز قرار قبول کنی کشورهای دیگر را آسان میکند. از بایدن درباره حاضر نشدن جین پینگ پرسیدند. من ناراحت شدم ولی امیدوارم بازم او را میبینم. تحلیلگران اینچنین امیدوارند که هند و چین هم بحث سر قلمروها و خریطه‌های حدودی خود را کنار میگذارند. بیشبه تنش‌های ژئوپلیتیکی پیش از رهبری دوره‌ای هند در G20 هم وجود داشتند، ولی خوب نیست که بحث و شدت میگیرند و تا به معروضه جلسه رهبران برداشته میشوند. ولی امید و انتظاری من باز هم این است که جلسه سر مسائل اقتصادی شکل گرفته، بحث‌های حدودی به محفل‌های دیگر میکوچند. او اظهار امیدواری کرد که هیئت‌ها میتوانند اختلافات خود را یکسو گذاشته به موضوعهای مثل اصلاحات بانک جهانی توجه کند. اگر از پی اصلاحات شوند می توانند تمرکز خود را به حل مسائل وابسته به نیازهای جمعیتی سیاره مثل مشکلات اقلیم، آمادگی به پاندمی، ضعف و ناامنی غذا روانه کنند. اصلاحات به ساختارهای مثل بانک جهانی امکان می دهد که کمک‌های خود را برای اقتصادهای تشکل یابنده و با درآمد کم با شرط و شرایط بهتر فراهم کنند. جلسه روز شنبه در شهر دهلی آغاز می شود. گروه از زاده‌های آسیای مرکزی همانو در اوکراین از طرف روسیه می جنگند. اکثریت آنهایی هستند که از زندانهای روسیه آورده شدند، ولی در این میان افرادی هم هستند که به تبلیغ و تشویق و وعده پول و زندگی خوب به جنگ رفتند. زندانیان اکثریت با امید رهایی از چهاردیوار محبس این راه را انتخاب می کردند. لایحه میگرانت مدیا از سرنوشت یک مهاجر قصه کرده است که از زندان به جنگ رفت. آزادی بر عوض نیم سال جنگ. دلشاد مهاجر ازبکستانی از رهبر شرکت خصوصی نظامی واگنر یوگنی پریگوژن چنین پیشنهاد گرفت. زیاد فکر نکرد و به این شرط راضی شد. آن زمان او 2 سال در زندان ادای جزا کرده بود و نمیخواست که 10 سال دیگر پشت پنجره بماند. من در اویله پسر یگانه هستم. والدانم گریه می‌کردند. وقتی به جنگ دعوت کردند من فقط فکری برآمدن از زندان را کردم. برای من مهم نبود که عاقبت چی می‌شود. فقط یک فکر داشتم که میبرایم و والدانم را میبینم. در دوره پاندمی دلشاد کارش را از دست داد. به خانه برگشتن نمیتوانست زیرا مرزها بسته بودند. او در یک شرکت چون بارکشان به کار درآمد. در روز اولی کاری با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. چند بار به سفارت ازبکستان در مسکو مراجعت کرده خواستار استردادش به وطن شد، اما بی نتیجه. در نهایت به شرط گذاشته شرکت واگنر راضی شد و او را به بخموت فرستادند. با من یراقی اگیس دادند. آن از پولمیات هم کلانتر است. وقتی آن را به دست گرفتم فکر کردم که من یک جنایتکارم. باور نمی کردم که سلاح واقعی است در دست. بعد 6 ماه جنگ دلشاد طبق وعده عفو شد و به زندگی عادی برگشت. حالا مردکاری میکند. حکومت روسیه به او شهروندی داد ولی پول نه.
پیشتر ما جنایتکار بودیم، حالا به گفته آنها قهرمان شدیم. قانون‌های ازبکستان هم مثل تاجیکستان شرکت شهروند این کشور را در جنگ دولت‌های دیگر منع می‌کند. حکومت این کشورها با نشر اعلان شهروندانشان را آگاه کرده بودند، ولی همانا در رسانه‌ها از سرنوشت مهاجر ازبک یا تاجیک گزارش داده می‌شود که در جنگ اوکراین از طرف روسیه می‌جنگد و در اکثر موارد جان خود را از دست می‌دهند. اخباری آزادی رو ادامه می‌دهیم. در ترکیه که هزارها مهاجری تاجیک آنجا کار و اقامت می‌کنند، برخی نه فقط برای خود راه و کار یافته زندگی خود را ساختند، بلکه برای دیگران هم جای کار آفریدند. در گزارشی که حالا پیشنهاد شما می‌شود، ما در مثال زندگی چند زنی صاحبکار تاجیک در ترکیه از روزگار مهاجر زنانی می‌گوییم که در این کشور راه خود را پیدا کردند. سریناز روح الله و شهلای عبدالله ضمن یک سفر به ترکیه با این زنان صحبت کردند. 30 سال پیش زمانی که تاجیکستان درگیر جنگ داخلی بود، زلفیه برای کار و زندگی بهتر به ترکیه رفت و خود را در آنجا به عنوان یک کارآفرین موفق تثبیت کرد. او ابتدا در کارخانه‌های استحصال لباس کار می‌کرد. بعداً در مغازه‌های مشهور ترکی جای کاری بهتر پیدا کرد و راه خود را در دنیای تجارت هموار نمود. زلفیه اعتراف می‌کند که رسیدن به این نقطه کاری آسان نبود، زیرا به قول او تجارت این توکل است. در دوره پاندمی نیز من کارم را متوقف نکردم. تجارت را از طریق آنلاین راه اندازی نمودم. فرمایش را از طریق آنلاین قبول می‌کردم. ما همیشه به سوال‌های مشتریان پاسخ می‌دهیم. ترکیه پس از روسیه و قزاقستان کشوری نسبتاً دسترس برای کار و زندگی و تجارت شهروندان تاجیکستان است. برآوردهای غیر رسمی حاکی از آن است که تقریباً 10,000 تاجیکستانی در اینجا کار و اقامت می‌کنند. فیروزه حیدرова 12 سال قبل به استانبول ترکیه رفت و حالا در یک شرکت معروف ترکی کار می‌کند. شرکتی که فیروزه در آن کار می‌کند با تکیه به تجربه و زباندانیش او را به کار قبول کرده است. مثلا چی میخواهد، طلب آنها رو نظارت میکنم، چه خیل مدل ها بسیارتر به فروش میروند، مشتری ها بسیارتر چگونه طرزی مدل ها رو پوشیدن میخواهند، طلبات نسبت به کدام مدل ها هست، همنا نظارت کردم مدل های برای دوختن، برای ساختن مدل ها سعادت میکنم. فیروزه حیدرова میگوید قبل از آن که به استانبول بیاید در مکتب معلمه ریاضی بود. وقتی تامین زندگی برایش مشکل شد، تصمیم گرفت به مهاجرت به خارج از کشور رود. دو دختر دارم، آنها کلان شدن، آنها فرزندو چقدر که کلان شدن طلبات آنها هم زیادتر شد. مجبور به تجارت گذاشتم، به دولت خارج رفتم. تعداد زنانی که در ترکیه به تجارت مشغول هستند زیادند. اکثرا در فروشگاه‌های این کشور کار میکنند و درآمدی خوب هم به دست میآورند. یکی دیگر از زنان تاجیک شیرین ماه بعد از آنی که کارش در روسیه آمد نکرد و پسرش را اخراج کردند، کار در ترکیه را انتخاب کرد. 4 سال پیش با خانواده‌اش وارد استانبول شد. در اول ندانستن زبان برایش مشکل بود، ولی بعداً زبان ترکی را از خود کرد. همه کار دشواری دارد، انشالله که هر کار برای حلشم دارد. شیرین ماه میگوید کارش تنها از فروش لباس در مغازه عبارت نیست. از تاجران تاجیک در بازارهای تاجیکستان از طریق اینترنت فرمایش قبول و برایشان مال و کالا دسترس میکند. حرکت میکنه که با آنها رسم میفرستونیم، آنها مخفول میکنن، با ما بار میفرستونیم. در مغازه‌ای که او کار میکند 4 زن دیگری تاجیک نیز همراهش هستند. به قول خودش این به او نیرو میدهد. با این همه کاری تاجر زنان تاجیک در ترکیه بدون مشکل نیست. بخشی اصلی سر و لباس با صفتی نسبتاً بهتر به کشورهای آسیای میانه از بازارهای عمده فروشی ترکیه وارد می شود. مکانی که زنان تاجیک نیز جای کار و درآمد دارند. از این خاطر به گفته زنان تاجیک رفتار و گفتار آنها نیز مسئولیتی زیاد دارد. سریناز روح الله، شهلای عبدالله، رادیوی آزادی، استانبول. و یک خبر، رئیس پارلمان قرقیزستان نورلانبک شکیف گفته است به نزدیکی جریان دریافت ویزای امریکا برای شهروندان این کشور سبکتر خواهد شد. شکیف در جلسه روز 7 سپتامبر خبر داده است که حالا گفتگوها در این باره با سفیر و مقامات دیگری آمریکایی ادامه دارد و باید ماه‌های نزدیک در این باره قرار قبول شود. بینندگان عزیز، 15 دقیقه‌ای که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر برای همراهی. تا ملاقات نوبتی، خدا نگهبان شما.